بریم مراحل اجرای المان انگور رو ببینیم. جناب شهردار این میدون رو به ما نشون داد که میخواد المان انگور براش بسازیم. البته اصلا هم باور نداشت ما بتونیم همچی کاری انجام بدیم، ولی با این حال اعتماد کرد. آقای بتشکنان زحمت کشیدن و قالب فلزی ستون اصلی کار رو برا ما ساختن، یعنی با کار جوشکاری و فلز، و بعدش هم که بتون ریزی کردن پایین ستون رو که اینجا دیگه از داخل قالب در آوردن، و بعدش هم قسمت بالای ستون رو دوباره قالب گذاشتن، داخلش هم میبینید میلگرد هست و بتون ریزی کردن. با پشم شیشه میپوشوندن که سرما باعث ترک نشه، و قسمت بالای تاج رو هم که ساختن تموم شد. بعد از این باز چون هوا سرد بود ما زیاد نمیشد روی ستون کار کنیم، با این حال اومدیم و کارهای جوشکاریشو انجام دادم و اون آرماتور بندی شاخه های انگور رو انجام دادیم. از میلگرد استفاده میکردیم و اون حلقه ها و انحناهایی رو که میخواستیم با فشار دادن ایجاد میکردیم تا به اون حلقه و اندازه‌ای که دوست داشتیم برسه، و بعد هم جوشکار نصبش میکرد. بعد از اینکه کلا میلگردها رو حالت دادیم و نصب کردن، روی همین میلگردها رو ما تور نصب کردیم که یکم فضا رو پر کنه و حجم کار تا حدودی ایجاد بشه، بعد بتونیم روشو ملات گذاری کنیم. اینجا همون مراحلیه که ما آرماتور بندی های شاخه های انگور رو درست کردیم و میبینید نصب کردیم دیگه. برای اینکه از سرما محافظت کنیم، کار و راحت تر اجرا کنیم، هم تور خریدیم برای آرماتور بندی شاخه ها و هم پارچه گونی خریدیم که دورش رو گونی بگیریم که در مقابل سرما محافظت بشه. این هم شاخه هاییست وقتی که دیگه تور رو روشون نصب کردیم. تورها رو در اندازه های مثلا 25 الی 30 سانت برش میدادیم، لوله میکردیم و با مفتول روی میلگرد حسابی فیکس میکردیم که محکم وایسه. اینم مرحله بعد از نصب تورها. خیلی هوا سرد بود و ملات گذاری رو شروع کردیم، اما واقعا پشیمون شدیم. اومدیم رفتیم سراغ حبه ها. این توپ ها رو خریدیم و یکم داخلشو کلن سرشو بریدیم و سیم دولا، مفتول دولا شده داخلش گذاشتیم و که حسابی محکم ملات رو بگیره و به این شکل. و بعد ملات درست کردیم. برای ساخت ملات از سیمان، پودر سنگ و میبینید یونولیت ها رو خورد کردیم و با پودر سنگ و سیمان و آب ملات درست کردیم و ریختیم داخل توپ ها و توپ ها رو گذاشتیم یه 5-6 روزی بمونه. از این پرلیت ها استفاده کردیم، ولی اینا اصلا به صرفه نیست چون گرون قیمت در میان. اما اینی که خودمون ببینید اینجوری ورقای یونولیت رو گرفتیم و خورد کردیم بالا به صرفه تر. میبینید ملات رو هم بچه های زبلمون درست کردن و ریختن داخل توپ ها و یه مقدار گچ هم داخلش میریختیم که محکم تر بشه. اما یه سری از حبه ها رو ما اینجوری، یعنی با یونولیت و گونی کشیدیم روش، بعد ملات زدیم و سیمان. ولی در کل اینایی که
با توپ درست کردیم خیلی بهتر شدن، هم حالت گرد داشتن هم محکمتر بودن، خیلی بهتر بودن. من توصیه میکنم از یونولیت استفاده نکنین، همین توپای پلاستیکی خیلی به صرفه تره. این موردایی هست که ما ملات زدیم روی توپای یونولیتی. میبینید بچه ها خیلی کار پر دردسری بود. در این حال وقتی هم باد بخوره به اینا احتمال اینکه ترک بخورن زیاده. جا به جایشون خیلی دردسر داشت، اما اونایی که توپ بودن خیلی راحت بود. بعد از اینکه توپ‌ها رو آماده کردیم و خوش شدن میریم وارد مرحله سنباده که هم با سنباده دستی بهتر میشه کار کرد. و این هم توپایی هستند که خوش شدن و بعد از 4-5 روز دونه دونه باید اینا رو دراریم. بچه ها بفرمایین. اینا اوقات تنفس، رفع خستگی و خلاصه یک ذره استراحت بین کاره که بچه ها خیلی با چلسمه حال میکردن. شما هم بفرمایین. اینجا هم داریم همون توپ هایی که سیمان زده بودیم الان سنباده میکشیم و آماده میکنیم برای رنگ‌آمیزی. اینجا هم که پسرای گلمون اومدن و دور ستون رو چادر زدن که بتونیم سرما رو کنترل کنیم، هم شاخه‌هایی که میسازیم خراب نشن، همین که خودمونم بتونیم سرما رو تحمل کنیم و کار رو انجام بدیم، چون این فصل زمستون بود. این هم گونی که دور کار کشیدیم. ملات سیمانی رو خیلی آروم روی تمام تورها ما 3-4 بار زدیم. ببین هر بار در حد 1 سانت و نیم سانت. این یه بار رو که زدیم صبر میکردیم خشک بشه و دور بعدی تا به اون حجمی که میخواییم شاخه ها رو برسونیم. یعنی ما حدوداً یه 3-4 باری ما ملات زدیم. حتی یه بار دیگه احساس کردیم ممکنه که سیمان ها بریزن، فصل زمستون ترک خورده، اومدیم حتی یه دور دیگه هم تور کشیدیم روش. این بار از تورهای پنجره استفاده کردیم که راحت بتونیم تابشون بدیم دور ملات ها و راحت بپیچن و بتونیم دوباره روی اینها ملات بذاریم برای محکم کاری دیگه. علت این که این تورا رو دوباره زدیم چون دوباره میخواستیم ملات بذاریم و بعدش هم این المان قراره با جرثقیل بلند بشه و یه مسافت تقریبا 50-60 کیلومتری رو با کامیون ببرنش. روی این حساب ما گفتیم محض اطمینان یه دور دیگه تور میذاریم و دوباره ملات سیمان رو میزنیم که محکم کاری بشه و یه وقت موقع جابجایی ترک بر نداره، خراب نشه. بعدش هم که دوباره ما ملات گذاری کردیم تا به اون حجم دلخواه برسه. بچه ها سابسکرایب کنید که کلی آموزش خفن براتون داریم و برای دوستاتونم حتما لینک این کانال رو بفرستید. قسمت بعدی حساس و جالبش جاییه که میخواییم خطوطی روی شاخه های مو ایجاد کنیم. این خطوط رو بریم تا یه نمونش رو بهتون آموزش بدم. وقتی سیمان رو زدیم و حدوداً 1 ساعت 2 ساعت گذشت، میایم و با لبه کاردک
خطوطی که میخوایم رو ایجاد میکنیم و بعد یک بار دیگه همون کنار همون خط با فاصله 1 سانت و زاویه 45 درجه میبینید که خیلی راحت شیار رو باز کرد. یکی دیگه براتون اجرا میکنم. اول کاردک رو عمودی گرفتم، اما حالا با زاویه 45 درجه و با 1 سانت فاصله به همین راحتی این تیکه های سیمان رو میریزم پایین. این کار بعداً حتما باید سنباده بشه. جاهایی که خوب برجستگی ایجاد نشده و باب دلم نیست میام با قلم مخیس میکنم و یه مقدار دیگه سیمان بر میدارم، خوب ورز میدم و میذارم روی قسمت هایی که اون برآمدگی شاخه مو به اندازه دلخواه نیست، میخوام بیشتر برآمده باشه و شیارها اینجوری بهتر خودشونو نشون میدن. ملات رو میذارم، میکشم یکم مرتبش میکنم و اضافه هاشو برمیدارم. این باعث میشه که شیار عمیق تر دیده بشه. بچه ها هر کی گفته سیمان رو نمیشه سنباده کشید، نه، حتما سنباده میکشیم، خیلی هم خوب میشه، خیلی لطیف میشه. بعد از یه کار کاملا خوش شد. پس بقیه شاخه ها رو میبینید بچه ها، خواستم برجسته تر باشه، شیارها عمیق تر و همینطور ادامه دادیم همه شاخه ها رو. بله، اینم از تفریحات وسط کار که خسته نباشید بچه ها. این شاخه های دیگه هم ایجاد کردیم روی سطح ستون که اینا شاخه های فلت هستن. خواستیم یکم فضا پر بشه. میبینید چقدر شاخه ها بی نظمن، اون هم سنباده میخوره، تمیز میشه و یه کار عالی در میاد به این شکل. اینجا دیگه ما کارو تموم کردیم و رنگ میکنیم. اول از همه داریم پرایمر میزنیم، پرایمر هم با پیستوله و بعد از اینکه رنگ آمیزی کردیم دیگه پرایمر رو زدیم میریم سراغ رنگ. پس اول پرایمر و بعد هم رنگ آمیزی. از رنگ اتومبیلی استفاده کردیم، فکر کنم رنگ روغنی الوان بود. آره، حبه ها رو هم یه مقدار رنگ کردیم، ولی خب بهترین کار اینه که بعد از نصب رنگشون کنیم. اینجا خیلی کار خودمون رو سخت کردیم. دیگه هیچی دیگه، کامیون آوردن و جرثقیل آوردن و این ستونی که تقریبا 6 تن وزنش بود با جرثقیل بلند کردن و گذاشتن داخل کامیون. میشد همینجا خوشه ها رو نصب کنیم، ولی خب خیلی اصرار داشتن که یه وقت مشکلی پیش نیاد بین را، دیگه اصرار کردن که بریم تو مکان اصلی اونجا خوشه ها رو نصب کنیم. یکم درد سر کار ما زیاد شد، مجبور شدن اینجا برامون داربست ببندن که بتونیم خوشه ها رو نصب کنیم و اومدیم و خوشه ها رو اینجا نصب کردیم و بعد از نصب اون رنگ اصلی رو ما اینجا زدیم. یعنی اونجا یه دور رنگ زدیم، اون رنگ پس زمینه بود، آستر بود. رنگ اصلی رو اومدیم اینجا بعد از نصب حبه ها و ساخت خوشه های انگور اینجا اومدیم. حبه ها رو میبینید که دونه دونه نصب کردیم رفت بالا. همه اینها سیم داشتن، سیم ها رو به مفتول وصل میکردیم. پایین 1 حبه، بعد میشد 3 حبه، 5 حبه
ردیف های بالا دیگه تعداد حبه ها بیشتر میشد تا خوشه انگور کامل ساخته بشه. بچه اینجا رو دقت کنید، این میلگردها رو میبینید بالا داره جوش میده، جایی که ما قراره حبه های انگور رو به این میلگردها وصل کنیم. بذار دوربین رو ببرم نزدیکتر ببینید. به این ترتیب ما تمام خوشه ها رو که 4 تا خوشه بودن تو سایز های بزرگ و کوچیک و متوسط نصب کردیم و بعد از اینکه کامل محکم شدن و شکل و فرم گرفتن رفتیم سراغ رنگامیزی. خیلی باید این حبه ها محکم باشن که اصلا تکون نخورن، باد تکونشون نده. دیگه چون قبلا پرایمر رو یه دور رنگ آستر زده بودیم دیگه الان نیازی نبود و رفتیم سراغ رنگ اصلی که همون رنگ روغنی ماشینی هست و خودش ضد آبه. البته کار ما هم که سیمانیه و ضد آبه، ولی خب با رنگ روغنی دیگه استحکامش هم بیشتر میشه. چون تقریبا یه 10-12 روزم از کار سیمان کاریا گذشته دیگه میتونیم خیالمون راحت باشه که رنگش پوسته نمیده و این همیشه نتیجه نهایی کار. خوشحال میشم نظرتون رو بدونم، کامنت کنید، سوالی دارین بپرسین، به دوستاتونم اطلاع بدین.